چه می شود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است. خوب بود که آدم با همین آزمایش‌هایی که از زندگی دارد می توانست دوباره به دنیا بیاید و زندگانی خودش را از سر نو اداره کند. اما کدام زندگی؟ آیا در دست من است؟ چه فایده‌ای دارد؟ یک قوای کور و ترسناکی بر سر ما سوارند. کسانی هستند که یک ستاره شوم سرنوشت آنها را اداره می کند. زیر بار آن خرد می شوند و می خواهند که خرد بشوند. دیگر نه آرزویی دارم و نه کینه‌ای. آنچه که در من انسانی بود از دست دادم. گذاشتم گم بشود. در زندگانی آدم باید یا فرشته بشود یا انسان و یا حیوان. من هیچ کدام از آنها نشدم. زندگانیم برای همیشه گم شد.